سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. سهیل بختیاری ام، مؤسس مجموعه مدیانتپ. لازم دیدم که خودم و مجموعه رو خدمتتون طی یک ویدیو خیلی کوتاه و مختصر به طور کامل معرفی. سال 94 در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه پذیرفته شدم و استارت کارم رو از سال 95 زدم. یادم اون موقع به عنوان تکنسین تو بیمارستان و کلینیک ها فعالیت میکردم تا سال 97 که شرکت واردکننده در حوزه تجهیزات تصویربرداری دیجیتال استخدام شدم و استارت کارم رو با دستگاه‌های مثل فسفورپلیت، آر-وی-جی، رادیوگرافی و کدکم زدم. افتخار حضور در سمپوزیوم‌های علمی، کنگره‌ها و برخی کلاس‌های آموزشی و همکاری با مؤسساتی مثل دیدی سنتر، بنیاد ملی کاوش، خلیج فارس و انجمن دندانپزشکان عمومی رو دارم. خب طی این سالهای گذشته که مشغول تجهیز مراکز درمانی و برخی دانشکده‌های دندانپزشکی بودم، جای خالی یه سری افراد رو احساس کردم، افرادی که هم بتونن به صورت تخصصی یک مرکز رو طراحی کنن، هم تجهیز رو انجام بدن. در حال حاضر عزیزانی هستن از همکاران ما که کار تجهیز مرکز رو به صورت عالی و پرفکت دارن انجام میدن. اما بحث طراحی یک بحث دیگه ایه. بحث طراحی نیاز به پیش زمینه های دیگه ای داره، مثل علم معماری، علم روانشناسی و دکوراسیون داخلی و میشه گفت مهندسی پزشکی، چون پای یک مرکز درمانی وسطه. همیشه من گفتم مرکز موفق و مرکز خوب مرکزیه که یک بیمار بتونه اون رو خیلی راحت پیدا بکنه، خیلی راحت واردش بشه، جایی که باید بره رو پیدا کنه، اون درمانه و تشخیصه به درستی با کمترین استرس روش انجام بشه و خیلی خوشحال از اونجا بیاد بیرون و فالو بشه. و توی همچین مرکزی معمولاً کادر درمان با استرس کمتر و خطر کمتری دارن کار میکنن، بهره‌وری بالاتری دارن. خب سال 99 همزمان با استارت کاری مدیانتپ من شروع کردم به یادگیری، مطالعه و شرکت کردن در دوره‌هایی درباره مباحثی مثل روانشناسی، مثل طراحی داخلی، مثل معماری و خب خیلی با دوستان مختلفی آشنا شدم، باشون صحبت کردم و چیزهای زیادی تونستم یاد بگیرم. و در حال حاضر تو سالی که هستیم، یعنی سال 1402، من مجموعه رو آپدیتی کردم. قراره تمام این چیزهایی که یاد گرفتم، تمام این چیزهایی که کسب کردم، تجاربی که الان دارم رو به صورت مقاله، ویدیو و پادکست در اختیارتون بذارم تا شما هم بتونین مراکز موفق تری با بهره‌وری بالاتر تأسیس کنین، مشاوره های بهتری بدین، یا حالا هر طوری که هستش کنار هم بتونیم پیشرفت کنیم و این مباحث رو از تمامی راه‌های ارتباطی، از تمامی شبکه‌ها مثل اینستاگرام، مثل سایت، مثل لینکدین و تمامی شبکه‌های مجازی در اختیارتون قرار خواهم داد و شما میتونین با سرچ کردن کلمه مدیانتپ توی تمامی شبکه‌های مجازی ما رو پیدا کنین. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. روز خوش و بخت یارتون.